این دستگاه بشقاب مانندی را ببین که شرکت‌های استخراج طلا آن را ممنوع کردند. اسمش تمرکز دهنده طلای ورککس است و برخلاف ابزارهای معمول شستشوی طلا با استفاده از مارپیچ اورشیمید 30 طراحی شده تا بازدهی فوق‌العاده‌ای داشته باشد. فقط کافی است خاک و شن را روی صفحه در حال چرخش بریزی، آب ناخالصی‌ها را می‌شوید و ذرات سنگین‌تر طلا در شیارهای مارپیچ به سمت مرکز جمع آوری می‌غلطند. به قدری سبک است که یک نفر می‌تواند آن را حمل کند و چندین برابر سریعتر از روش سنتی شستشوی دستی کار می‌کند. طلاهای ریز و ارزشمند را در مدت کوتاهی جدا می‌کند. این دستگاه بشقاب مانندی را ببین که شرکت‌های استخراج طلا آن را ممنوع کردند. اسمش تمرکز دهنده طلای ورککس است و برخلاف ابزارهای معمول شستشوی طلا با استفاده از مارپیچ اورشیمید 30 طراحی شده تا بازدهی فوق‌العاده‌ای داشته باشد. فقط کافی است خاک و شن را روی صفحه در حال چرخش بریزی، آب ناخالصی‌ها را می‌شوید و ذرات سنگین‌تر طلا در شیارهای مارپیچ به سمت مرکز جمع آوری می‌غلطند. به قدری سبک است که یک نفر می‌تواند آن را حمل کند و چندین برابر سریعتر از روش سنتی شستشوی دستی کار می‌کند. طلاهای ریز و ارزشمند را در مدت کوتاهی جدا می‌کند.